سلام دوستان عزیز، چه خیلی که میدونین ما در فایر کینگ خودخونه رو برای وزارت نقلیات حضور داریم. چالش نوبتی خودخوری از مکتب‌های گوناگون و از 15 ساله بالا ما بچه‌های جوان جمع کردیم. کسی زودتر میخورد مقام اول 200 سومن، دوم 150 و سوم 100 سومن مکافات پولی میگیرد. محمد یاسین از مکتب 72 شما بهروز از مکتب 56 یوسف از مکتب 54 و علی جان از مکتب 55 مونیس از مکتب 55 و ابراهیم از مکتب 55 حضور دارن. اینک شرط بازی دوستان عزیز. کسی یکم میخورد استوب میگه، یعنی که تمامو نگاه میکنیم دهنش که تمام خالی شد خود جای مقام اول دیم کسی شد های استوب سیم و همچنین همیشه میرود. شما همه شرط بازی را فهمیدن برادر عزیز. حالی ما با از این طرف میگذاریم یک بار میبینیم که خودکوی چخیلی چیکن خدا چیکن خدا بود از دوستان عزیز. اینا فورای مشهوری دوشنبه شروع میکنم با تیار کردن و این خیلی میرویم. ما ابراهیم جان از مکتب 55 شغل که دیده ایستادیم و نام شما مونیس از مکتب 55 این قسم و علی جان از مکتب 55 این قسم. علی جان از مکتب 59 بود است. شما نامتون؟ یوسف از مکتب 54 و این کس از مکتب 56 بگیم. نامتون؟ بهروز. و شما محمد یاسین از مکتب چند؟ 72. تو خطی اکاد اومدگی؟ بالشک میکنی؟ بالشک اکا یوسف شد. انا دوستان عزیز چقدر که دیده ایستاده خودکوی این کتر بچه ها تیار شده ایستادن نگاه کنید. چه معلوم است که بلوچکا سویج خروشکشی خودکو تیار شدن. باز سرد را اعلان میکنیم. 1 2 3 شروع کردیم. سر و سیمان نشوید، تست کنید فقط که مقام اول رو جای گیرید. احتیاط کرده سر و سیمان نشوید. اکا یکی او شما شد نگاه دوستان عزیز. خیلی یوسف هم قریب اومدن. خیلی اینجا این قسم اکای مونیس و اکای علی جان خیلی کموندن. دوستان عزیز نگاه کنید. یه 5 پوینتی 10 پوینتی خدا موندن 10 پوینتی. واو خیلی دوستان عزیز ببینید. دو کس اینجا تموم کردن. تموم نو چی بود؟ بهروز از مکتب 56 بودن. مقام اولی ما رو گرفتن. روزی کنید های هردن تموم. نو چی؟ یوسف از مکتب چند؟ از مکتب 54 مقام دویمی ما رو گرفتن و علی جان از مکتب 59 مقام سومی ما رو گرفتن. این که از مقام چهارمی ما رو گرفتن. خدا خوش شود مونیس جان. مقام پنجم و ششم محمد یاسین و دوستان عزیز. بهروز از مکتب 54 مقام یکمی ما رو گرفتن و مقام دویمی ما رو یوسف جان گرفتن و مقام سوم ما رو علی جان گرفتن. چهارم مونیس ایباینا آف و خدا خوش شود. و دیگر رو با آمدگیتون تشکر می‌کنم که دعوت ما رو رد نکردید. اینک با مکافات دیهی می‌گذاریم. چرا که گفتیم مقام اول 200 سومن مکافات دارد. مرحمت بهروزان 200 سومن مقام اول ما رو شما اشغال کرده. تشکر برای اشتراکتون. سلامت باشید. عشر ایسر از مکتب 54 یوسف جان ما گفتیم که 150 سومن 150 سومن مرحمت. یوسف جان تشکر برای شما برای اشتراکتون. عشر ایسر هم اومدیان اینا نگاه کنید. عشر دوشنبه مغلق بریدن میروند. اوش شود و مقام سومی ما رو علی جان از 33 میکرایون که یک بار زمستان بود در گامبورگر خوری مقام اول رو گرفت. اینا خیلی امروز سوم جو ولی سه جای آبرودار است. دیگر رو با دیگر رو خدا خوش شود. من با شما 100 سومن با شما موفقیت علی جان برای اشتراک کردم و حتما خدا کو چه بودن خود مزه شد با مزه بود.
و همه شما موفقیت سلامت باشید و تاجیکستان آفرین. چالش ما به انجام رسید و همه مکافات‌های خودشون رو گرفتن، یعنی که حقشون بود و با کسی که جای چهارم پنجم و ششم گرفت و اونا خدا و خوبی که از طرف فایر کینگ توفه داده بودن آشنا. کسی بخواد اشتراک کنند در چالش‌های آینده حتما در زیر کامنت بنویسن اشتراک بکنید. با همه شما موفقیت و سربلندی خانه آبادی آرزو دارم. سلامت باشید.